میشوند. این نوبت در جماعت شهرکی فیض‌آباد ناحیه چورابینی فرهنگی دهه به دهه برگزار گردید. گزارش از ناحیه فیض‌آباد. امروزها در شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای فرهنگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی و وحدت ملی برگزار کرده می‌شوند. تدبیر مذکور در دهات که با نام دهه به دهه گذرانده می‌شود، با نمایش هنرهای مردمی، دستاوردهای خواجگی خلق و برنامه‌های رنگین فرهنگی فراغتی و ترغیبگر صلح و دوستی و وحدت ملی جریان می‌گیرند. این نوبت چنین یک چورابینی در جماعت شهرک فیض‌آباد ناحیه فیض‌آباد رویت گردید. ساکنان شهرک با دلگرمی خاص و روحیه وطن‌دوستانه در این چورابینی ترغیبات اشتراک نمودند. مکان برگزاری این چورابینی به یک بزمگاه خیلی هم زیبا و غنی از انواع هنرهای مردمی و دستاوردهای ساحه‌های گوناگون تبدیل یافته بود. رهبریت ناحیه و هیئت مهمانان از این نمایشگاه بازدید به عمل آورده این همه پیشروی‌ها را نتیجه صلح و وحدت کامل و استقلال دولتی ارزیابی نمودند. برنامه رنگین فرهنگی نیز از جانب اهالی ایجاد ناحیه در سطح بلند برگزار گردیده خوش و خاطرمان جریان گرفت. مقصد از برگزاری چنین چورابینی‌ها در سطح خوبی تشکیل استقبال گرفتن این جشن‌های مقدس ملی ارزیابی گردیده، همچنین زیبایی پرستی و دوست داشتن وطن در بین قشرهای گوناگون جامعه به خصوص نسل جوان ترغیب کرده می شود. در ناحیه با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای ضروری عملی گردیده، کارهای آبادانی و سازندگی و سبز و خرمگردانی با مرام ادامه دارد. این روند دوام سالهای من بعد نیز ادامه یافته. طبق نقشه اینفراستراکچور ناحیه تکمیل داده شده. در محله‌های علاوه شماره زیاد انشاءاتی تعینات اقتصادی و اجتماعی و خدمات رسانی و فرهنگی چنین ورزشی و سالمگردانی نیز در نظر داشته شده است. همچنین با مقصد دستگیری قشر نیازمند جامعه با 3 نفر شخصانی دارای امکانات محدود از جمله مقامات اجرایی و حکومت دولتی در